نکته جالب اینجاست که تا اینجای کار در 2 سال اخیر 4 مرحله اول نردبان اتمی کاراگانوف تا حد زیادی اجرایی شده در روسیه. به نظر من اگر اوکراین همچنان بتونه با این شدت به زیرساخت‌های روسیه ضربه بزنه، احتمال اینکه روسیه به صورت رسمی لحن هسته‌ای خودش رو تندتر کنه خیلی بالاست. اما بین تهدید هسته‌ای و استفاده واقعی از سلاح هسته‌ای فاصله بسیار زیادی وجود داره. روسیه به خوبی میدونه که استفاده از بمب هسته‌ای میتونه چین رو علیه خودش قرار بده. چیزی که مسکو اصلاً به دنبال اون نیست. با این حال اگر قرار باشه روسیه یک قدم جلوتر بره در این نردبان اتمی کاراگانوف، به نظر من محتمل ترین سناریو همون سناریوی پنجم کاراگانوفه، یعنی یک انفجار هسته‌ای نمایشی در منطقه خالی از سکنه در خاک روسیه. صحبت استفاده از بمب اتمی در روسیه و عادی سازی این گونه گفتمان‌ها یک موضوع بسیار نگران کننده است. به احتمال زیاد در آینده نزدیک شاهد این خواهیم بود که دوستان روسیه تلاش کنند که به اون بفهمونن که نقطه‌ای غیر قابل برگشته و روسیه نباید به اون سمت بره.